همداران عزیز سلام علیکم. 3 ایون سال 2025 قرار دارم در باغ من شهر ناحیه ورزاب دهه چهارباغ و من به شما نوار نشون میدم از تربوزهایی که راست و یک ماه پیش کوریدگی بودم. از یکم تا هفتم ایون بود کوریدگی من. اولش یکم بود آخرش هفتم. و این نشونمای تربوز میباشد. تربوز زیر پلیونکه است، آبی قطرکی خطی است. ما در ماه ایون زمین سخت رو با کتمان جفت کردیم و بعد رولویش 2 مرتبه جفت کردیم و جفت نه با کتمان زدیم مایده کردیم زمین رو، بعد پوبل کردیم، بعد تربوزمون رو کوریدیم. این حال اکنون تربوز در چنین نشونمو می باشد. اگر ما این تربوز رو از تورتنک و از کسل امین داریم اگر تربوز خیلی خوب می شود، چون که من این اول الک ریز تربوز است. ببینید چقدر ریز بسیار دارد. این هم در یک جا یک تا، دو تا، سه تا، من اینجا 4 تا، من اینش 5 تا. اگر من تکرار میکنم که اگر ما این تربوز رو از تورتنک کسلی امین داریم تربوز خوب میگیریم. بعد از فکر میکنم یک ماه پس این تربوز چاو میپزد، پر است، درون همین پوری تربوز شده است. دوامش خربوزه است. خربوزه اولی بستگی نیست، نشون نمیتیم. خربوزه یک بند بعد نشون میتیم. خربوزه اولی یک ماه نشده است. خربوزه کوریدگی مونو اکنون از به آبی تنقسی میکشیم و هرچند که آبی قطرگی موندگیم کم کم آب میخریم با ماشین و آب میتیم. اکنون این کار همش ذوق است. ذوقی هست. همین کار رو میکنیم و به خلق نشون میتیم تا که خلق کنه انا تربوز. اینا 1 تا، 2 تا، اینا 3 تا. قطور همین دکچه شده رفت دینم خیلی طبقچه شده. خدا خواهد من اینجا این نوعات تربوز نقد میشود. همداران عزیز مهنت کنید البته همه چیز میشود. گپ در مهنت است. گپ در مهنت است. اینا ببینید تربوز شورو اینجا 2 نوع بوده است. یکی تربوز دراز رویتر، یکی تربوز کلوله بگمونم. همه ببینیم یعنی چخیل می شود. از سببی که آب کم داریم، آب نداریم، من این زنجبیل های ما ببینید با خوشروی رفته است. از آب سر دادیم، من آب خطرگی خیلی اکن از چیزی که داریم همون رو میکنیم. بالا در سر آب است. من تربوز چه اینو تیز کلون میشوند. در یک ماه من اینجا هم تربوز شده. در یک ماه بگمانم ممکن 6-7 کیلو تا 10 کیلو ممکن شود. همداران عزیز باز تکرار میکنم اگر از کسلی تورتنک امین داریم آب رو که در دست خودمون است میخریم میکنیم. این رو ما هر یک 3-4 روز ورتیموس و ورتیمک زده شدیم که تورتنک لغت نکند. این رو هم میبینیم چیزی شد بود شما نشون میتیم. منم خیلی مهنتی ما است. تربوزی نزد حوالی گویم. در پناه خدا باشید.